آقا عارفی 40 شبانه روز چله گرفته بود که چی؟ خدا رو ببینه. یعنی روزها رو روزه میگرفت، شبها رو به عبادت میکرد و چه ریاضتهایی میکشید که چی؟ خدا رو ببینه. و اتفاقی که افتاد، خدا رو در دکان یک مسگر پیدا کرد و در کنار دل شکسته یک مادر. حالا داستان از چه قراره؟ دل بده که بشنویم. آقا مجتبی پورصمدی هستم و تو این چنل داستانهای جذاب رو روایت میکنم. ازت میخوام این ویدیو رو لایک کنی تا به هم انرژی بدی، دمت گرم، و نظرتو برام کامنت کنی و اگه این چنل رو سابسکرایب نداری سابسکرایب کنی تا ویدیوهای بعدی ما از دست ندی رفیق. بریم سراغ داستان. آقا داستان از این قراره، عارفی تصمیم گرفته بود که خدا رو زیارت کنه. چله گرفته بود، روزها رو روزه میگرفت، شبها رو عبادت میکرد و چه ریاضت هایی میکشید که چی؟ خدا رو ببینه. و روز 36 بهش ندایی رسید که اگه میخوای خدا رو ببینی ساعت 5 بعد از ظهر برو بازار مسکران و فلان مغازه، یعنی آخرین مغازه، پیرمردی هست و خدا رو اونجا میتونی ببینی. آقا این عارف ما از شوق و ذوق ساعت 4 بعد از ظهر اونجا مستقر شده بود و میخواست ببینه ساعت 5 چه اتفاقی میخواد بیفته. در این حین پیرزنی رو دید که یک دیگ به دست داره و تک تک این مغازه های مسگر میبره و میگفت که با التماس میگفت که بابا این دیگ رو از من 6 ریال بخرید و من برای دوا درمون پسرم به 6 ریال نیاز دارم. ولی هیچ مسکری قبول نمی کرد. چرا؟ میگن بابا این 2 ریال هم بیشتر نمیارزه، میخوای بذار میخوای ببر. و پیرزن با دل شکسته تک تک این مغازه ها رو میبرد و همین جواب رو میشنید تا رسید به مسکر مورد نظر همین عارف. و پیرزن رو کرد به مسکر و گفت که اگه میشه این دیگ رو 6 ریال از من بخر و به پولش نیاز دارم. و مسکر یک نگاهی به دیگ کرد و گفت که این حیفه مادر جان، اگه به پولش نیازی نداری فعلا خوبه. و پیرزن همونجا سفره دلش رو باز میکنه و میگه که پسرم مریضه و برای امرار معاش مشکل دارم و مجبورم، اگه میشه اینو 6 ریال از من بخر تا بزنم به زخم زندگی. مسکر میگه باشه، ولی این 6 ریال بیشتر میارزه، من 25 ریال حاضرم براش پول بدم. پیرزن شوکه میشه، میگه منو مسخره کردی؟ میگه نه والله 25 ریال پول به این پیرزنه میده. و پیرزنه دعا کنان از مغازش میره بیرون. و اینجوری میشه که این عارف کلن فراموش میکنه که برای چی اومده. میره پیش این مسکر میگه بابا تا انگار کاسبی بلد نیستی ها، فهمیدی چی کار کردی؟ یه دیگه که 2 ریال بیشتر نمیارزید 25 ریال براش پول دادی، حواست کجاست؟ کجای کاری تو؟ مسکر جواب باحالی میده، میگه ببین من دیگ نخریدم، من پول دادم که بره دوا درمون پسرش رو بگیره، من پول دادم که بتونه 1 هفته از این پسرش نگهداری کنه، من پول دادم که بره غذا دارو برای خونش بگیره، من پول دیگ ندادم. و اونجا یک ندایی به این دل عارف میرسه که خدا رو اگه میخوای ببینی توی عبادت نیست، همش توی اینه که دست افتاده ای رو بگیری، دست یک نیازمند رو بگیری، یک کمکی کرده باشی. همش که قیام و سجود نیست، همش که عبادت نیست، همش که روزداری نیست. اگه این داستان رو دوست داشتی ممنون میشم لایک کنی تا به افراد بیشتری دیده بشه. دمت گرم و این چنل رو هم سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی ما از دست ندی. و نظر تو چیه؟ مطمئنم بعد دیدن این ویدیو حالا ازت میخوام که تو هر کاری هستی، تو هر شغلی هستی، تو هر حرفی هستی، در حد توانت به افرادی که بضاعت مالی دارن، مشکل مالی دارن کمک کنی. حتی شده از سودت بزنی و کمکی کرده باشی بدون که جای دوری نمیشه.
و خدا 100 برابرش رو برات جبران میکنه. تو رو به خدای بزرگ میسپارم. مواظب خودت باش. تا یک ویدیوی دیگه، بدرود رفیق.